اجازه بدید این وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی یک مقدار روش بپیچم. آیه مبارز اجازه میفرمایید؟ استفاده میکنید. چند نکته اینجا هست. اول خدای متعال دستور میده که در خانه هایتان بمانید. زن به دلیل ظرافت هایی که خدا در وجودش قرار داده بزرگترین وظیفه را که عبارت از تربیت انسان باشه به دوش میکشه. مسلما کارهای شاقه را خدای متعال به دوش زن نگذاشته. کارهای بیرون خانه را باید مرد انجام بده. خب این اول در خانه هایتون بمانید. بعد اینجا سوء استفاده نشه یک وقتی از آیت متبرکه قرآن که خدای نکرده اسلام مخالف حضور زنانه. نه، اسلام نه مخالف حضور سیاسی زن است مثل که حضرت زینب سیاست کرد، نه مخالف حضور اقتصادی زن است، حضرت خدیجه تاجر بود، نه مخالف حضور اجتماعی زن است، نه حضور علمی زن را به اصطلاح محکوم میکنه و بر نه. اسلام میفرماید زنها میتوانند در همه ساعات حضور داشته باشند ولی با یک شرط و اویی که اطعن الله و رسوله، در مسیر اطاعت خدای متعال و پیغمبر خدا، یعنی موازین شرعی. ببینید خیلی قشنگ آمده معنا میکنه که ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی. خانم هایی که در دور جاهلیت بودن در اجتماع وقتی ظاهر میشدن هدفشون خدمت نبود، حضور نبود، به نمایش گذاشتن ظرفیت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی زنها نبود، بلکه هدفشون خودنمایی و جلب توجه بیشتر بود. لذا میفرماید ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی.